بعداً السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیغمبر ما و شما که حدیثی متفق علیه است و لفظ بخاری هم هست که راوی این حدیث حضرت ابو هریره هست. میگوید نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. رسول اکرم میگوید دو نعمتی هست که در بین بندگان خدا که بندگان خدا در این دو نعمت بسیار فریب میخورند، که رسول اکرم گفتند این نعمتها کدام است؟ الامن والعافیه، این آرامی هست و سلامتی هست. در بعض حدیث فراغت هم آمده است، یعنی بیکاری هم آمدگی هست. از این خاطر یک جایه با شما دعا میکنیم که خدای مهربان در این دو نعمت ما و شما فریب نخوریم، بلکه به قدر این دو نعمت ما و شما برسیم که گفتیم یکی از آنها این تنصیحتی هست: اللهم عافنا فی بدننا، اللهم عافنا فی بصرنا، اللهم عافنا فی سمعنا. پروردگارا صحت و سلامت نگه بدار بدنهای ما را. خدایا از جمیع جراحت، از جمیع زخم و زنگال این بدنهای ما را نگه بدار. و خدای مهربان، بینایی هم چه نعمت بزرگی هست، تا دم آخر بینایی ما را از ما جدا مگردان. خدایا شنوایی ما را هم از ما جدا مگردان. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام و من سیء الاسقام. خدای مهربان، درد دهنده خودت هستی، شفا دهنده هم خودت هستی. بیماری هایی که داریم شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیبشان بگردان. و خدایا به سوی تو از کسل پیسی، از کسل دیوانگی و از هر گونه زخمهای بد خدایا پناه طلب میکنیم. و خدایا آرامی هم که چی نعمت بزرگی هست که این سبب جمع شدن ما و شما این مسجدهای کشاده، این صدای الله اکبری که با این میکروفون ها داده می شود، همه این سببش آرامی هست. خدایا این آرامی ها را برقرار و بردوام در این جمهوری ما نگه بدار. خدایا هر دشمنی که می خواهد که ناآرامی در این وطن ما اندازد، خدایا در نقشه خودش را مبدل بگردان. و خدایا ملت اسلام را، دین اسلام را بالای همه ادیان خدایا پر قوت و پر عزت نگه بدار. و خدایا صف مسلمان ها را در روی دنیا زیاده بگردان و دین اسلام را پروردگارا بالای همه دینهای منسوخ شده غالب و استوار نگه بدار. و خدایا رهبریت که بالای سر ما و شماست توفیقشان خدایا رفیق بگردانی، عمر دراز و تن صحت خدا نصیبشان بگرداند. و این تاجیکستان ما را خدایا در بین همه دولت ها، چه از جهت فرهنگ و چه از جهت دینداری و چه از جهت اقتصاد خدایا شهرتمند بگردانی. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. جمعه پیشین موعظه‌ای که داشتیم از سوال و جواب عبارت بود و البته چند جمعه‌ای که به سوال و جوابها
به موضوعهای حقوق شوهرها و حقوق زنها ما و شما که آماده بودیم، سوالهای خیلی زیاد به ما فرستادن و ما یک قسمتی او را جواب گفتیم. الحمدلله امروز هم از همان سوالها باز یک قسمتش نزد من است، جواب میگویم و جمعه آینده خدا خواسته باشد در باب فضیلت نماز با شما صحبت میکنیم که البته میفهمیم که نماز در اسلام چه اهمیت دارد و اگر وقت شود در باب بی نماز هم صحبت میکنیم. اگر نشد باز جمعه آیندهش زنده و سلامت باشیم در باب شخصانی که بی نماز هستند، اونها را اسلام چه حکم میکند با شما صحبت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز. آیا افیان برای خنکی زدگی خوردن درست است یا نه؟ البته یعنی افیان از روی دستورات اسلامی این حرام است. خوردن افیان، استفاده بردن افیان این حرام است. چگونه که به شما حدیث گفته بودیم ان الله لم یجعل شفاءکم فيما حرم علیکم، که پیغمبر خدا گفته بوده است که خداوند در آن چیزی که خدا او را حرام گردانیدگی است شفای شما در او موجود نیست. یعنی افیان برای آنی که گرم است در خنکی زدگی استفاده میبرند، برای خنکی زدگی هم حلال کرده های خدا زیاد است. شما از حلال کرده های خدا استفاده کنین، چه از گوشت گوسفند باشد، چه از عسل باشد، چه از گوشت مرغ باشد که اینها خیلی گرم هستند که حتی طبیب ها برای آن کسانی که فشار خون دارند اجازت نمیدهند که از اینها استفاده کنند برای که اینها گرم هستند. برای همین آن چیزی که برای ما و شما خداوند حلال گفته است با او تبابت میکنیم. حرام هم فقهای ما و شما، چی صاحب خلاصت الفتوا هم، چی فتوای عالمگیریه هم، چی فتوای هندیه هم، حضرت ها رخصت میدهند در حالتی که از همه حلال کرده های خدا انسان استفاده میبرد. وقتی شفا نمییابد بعداً طبیب پیدا میشود که یقینا میداند هوایی نه که ممکن که صحت شوی نه، بلکه 100% میداند که فلان حرام کرده خدا در فلان در شفا هست. اون زمان برای شما مباح میگردد که باید استفاده کنید. لیکن یک باره به حرام کرده های خدا دست نزنید برای تبابتتان. بلکه امروز خدا را شکر که شما اطراف نظر کنید چی پیشرفت در طب ما و شما هست. به دکترها مراجعت کنیم، به این حلال کرده های خدا مراجعت کنیم، انشاءالله این بهتر است. از جمیع این گوشت های حرام و از این نوشاکی های حرامی که هستند از اینا اجتناب کنید، این برای شما بهتر است. اگر شما افیان یک بار یا دو بار اگر استفاده کنین، وقتی طبیعت اگر عادتی و گیرد شما الک افیونی میشوین، دیگر دائم لازم میشود که شما دیگر افیان استفاده برید. دوم، آیا عالم را دستش را بوسه کردن جایز است؟ در رد المختار که خیلی فتوای با نفوذ است از مذهب ابو حنیفه، ابن عابدین صاحب این رد المختار علی الدر المختار است. این حضرت من کتابش در این باب تماشا کردم، صفحه 383 این حضرت میگه از جهت تبرک دست عالم بوسه کردن جایز است. دست عالم باشد میگه، لیکن با عمل باشد، حقیقت گو باشد. دست عالمی که نامش عالم باشد لیکن خیانتی در اسلام میکند، دست وی بوسه کردن جایز نیست. حتی وی زیارتش درست نیست. بوسه کردن یک طرف. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد سلام، خدا شما را نگه دارد داملای عزیز.
آیا داملا اگر نکاح را در غیر روز چهارشنبه کنی درست است یا نه؟ یعنی نکاح چگونه ای که ما و شما امروزها نکاح میکنیم، فرزندای خدا در روز چهارشنبه نکاح میکنیم، لیکن این امر نیست. در اسلام از خداوند و پیغمبر چنین امر نه آمده است که شما فرزندان خدا یا خودتان در روز چهارشنبه نکاح کنین. این گونه امر در کتاب نه آمده است. اگرچند بعضی روایت ها هست که فاطمه را در روز چهارشنبه نکاح کردند و دیگر، لیکن اینها دلیل نمیشوند که در روز چهارشنبه باید که نکاح صورت گیرد. بلکه من چی گفتنی هستم؟ من به خدا قسم، از خدا چیزی پیش نیست، قسمی به خدا این کفارت دارد. من میخواهم که روز چهارشنبه نکاح نباشد، بلکه همان روزی که شما معرکه دارین، همان روز معرکه، در روز معرکه نکاح شما صورت گیرد. زیرا که در روز نکاح هر کدام شما در خانه نکاح گذرانیدین، یک معرکه دیگر مثل توی است. در یک خانه اگر 20 نفر 30 نفر جوانها جمع شوند، در یک خانه دیگر تا 30 دختر دیگر 40 دختر دیگر جمع می شود. حساب کنید 70 تا 80 نفر آدم در یک معرکه شب نکاح حضور دارند. چند قدر خراجات است. باید که ما و شما امروز مبارزه با ضد همین اسراف هایی که معنی ندارن و اسلام به این رخصت نداده است، باید که مبارزه بریم. من میدانم که پدرها میخواهند، برادرها میخواهند، لیکن شاید که مادرها و دخترها نخواهند، یا شاید عکس این باشد. باید یک جایه شوند و باید مبارزه با این خراجات های بی معنی کنند. خداوند در قرآن میگوید و آت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. این سوره اسراء است. خداوند در این آیت میگوید که شما ای بندگان خدا اسراف نکنید، زیرا که خداوند اسراف دوست نمی‌دارد و کسی که اسرافکار است و برادر شیطان است و شیطان در نزد خدا کافر است. اینا در ما و شما باید که دیگر کار کنیم که شرط نیست که مردم میگد، همسایه میگد، از ملامت اینها دیگر ترسیدن در کار نیست. شب نکاح چند قدر خراجات زیاد. پیش از نکاح فاتحه هست. امروزها حتی که مثل که در زنها 10 خیل 12 خیل خوراک میپزند، امروز در مردها الکی توصیه رسیده است. بعضی نکاحایی که میرویم اشتراک میکنیم تا 3 نمود خوراک در یک شب در دوام 1 ساعت پیش ما میارن. آیا این اسراف نیست؟ دوست می‌دارم که همان روزی که خانه شما با همین کلابی تازه خودمان میگیم اوسقال وقتی که میآید، کیلینگیر وقتی که میآید، همان دختردار باید چیکار کند؟ دختردار باید قبول کند، بهترین صورتش با او صحبت کند. از بس که پیغمبر خدا گفتن النکاح رق فلینظر احدکم این یضع کریمته. نکاح به منزله هست که گویا که این زن غلام مرد می شود. از این خاطر شما نظر کنین که آیا دختر را در کی می دهین؟ پیغمبر گفتن یعنی برای آنه که ما فهمیم که بچه این اوسقال چگونه بچه است. آیا بچه نمازخوان است؟ آیا بچه بی ترتیب است؟ آیا بچه با ترتیب است؟ برای این باید یک مهلت دهیم. 1 هفته مهلت می دهیم برای فکر. یک هفته مهلت برای فکر. امروز الحمدلله که ترقیات در تلفن شده است. شرط نیست که وای باز بار دیگر دعوت کنه، وای باز خرید کنه و باز خانه ما و شما بیاید.
برادر مؤمن برادر مؤمن گفتند. معناش این است که یعنی برادر در روزهایی که سختی دارد، وزنینی دارد، باید ما دستگیری کنیم، نباید تله و تاراج کنیم. با واسطه تلفن میگیم، وقتی پرسیدیم احوال همه را فهمیدیم، معقول است میگیم معقول شد، معقول نشد میگیم فرزند شما معقول نشد. دیگه وای سرگردان کردن لازم نیست. وقتی اگر قبول کردیم، همون قده باید چیکار کند؟ با همراهی همون زنش یا یگان فرزندش یک بیگار اختیار میکنن، میآیند در خانه، ما و شما چیکار میکنیم؟ یک روی خط برای همون معرکه و برای همون مهر زن جدا میکنیم. نه مهر مشکل، نه مهر وزنین. حتی یک جوان میگوید که وقتی ما خانه یک دختر را بسیار مادرم دوست میداشت، اختیار کردیم تا که از اون خانه اون دختر را کلین گیریم. وقتی خانه دختردار رفتیم، گفت که همون $200 توی همون حافظها میشیده است، همون پول حافظها را بتین. این خیال در گردن اونها بار کردن در کار نیست. بلکه همون شب یک روی خط میانه سبک در دست اونها باید تسلیم کنیم و بعدا اونها را جواب دهیم و روزی توی اعلام کنیم. دیگر چی لازم؟ فاتحه. باور کنین سر به سر همه گناهگار میشین، به خدا قسم گناهگار میشین. اینا بدعت هستند در اسلام ما و شما. اینا کدام دشمن در بین اسلام ما و شما در آمد؟ فاتحه برآورد، روز نکاح جدا کرد، 40-50 کرته برای یک دختر میدوزین و دیگر یگان اندازه اون دختر تغییر نمی‌یابد. همه او یک رزمیر است. برای خودتان یک 30 دانه کرته را یک رزمیر بخرین، سال دیگر پوشیدش میتونین؟ نمیتونین. 20 روی مال، 30 روی مال در یک بند کشال کردگی هستند. اینا چی در کار هستند؟ اینقدر اسراف برای کی در کار است؟ همونا را نمی شود که با همون لباس همون را پاره نکرده دادنی هستید. اولش اینقدر مشکل نیاریم، وقتی اگر دادینم شرط است همه را کرته کند. خوب می شود که از اینقدر کرته زیاد، از اینقدر روی مال زیاد در دست دختر یک قرآن بده. خانه همون شوهر در که آمد قرآن بخواند، در حق شوهر و خسر و خشتامنش ببخشد. در اون خانه نماز خواند، در اون خانه یک آداب اسلامی در رعایت کند. کرته بسیاری را چیکارش میکنی؟ وقتی او آداب نداشته باشد و وقتی که تمیز ندارد. از این خاطر روزی چهارشنبه شرط کرده نشده است. همان روزی معرکه می توانید شما جدا کنید یک وقت معینی را تا که در همان روز نکاح را انجام دهیم. با همون یک دیگی که برای مردم طعام پختین می توانید که هم نکاح را در همونجا گذرانید و هم معرکه همون تویتان گذرانید. در نکاح ها من الحال نکاح ها نمیرم. بسیاری بچه ها شاید بدانند، میان بر من خبر میدن نکاح، من میگم نمیرم نکاح. برای چی؟ باور کنیم با همین نزدیکی در یک نکاح رفتم اشتراک کردم، نزدیک اون قدر نگذشته است. من دائم نکاح رو پرو است، یعنی شوهر در پیش عروس برده میگذارم و در بین موعظه میکنم، حق شوهر و حق زن خبر میتم و بعد اون نکاح میکنم. این بهترین صورت نکاح انا همین است. وقتی نزد اونها رفتیم، باور کن قریب 30 نفر دختر در اطراف یک دختر جمع شدگی هستند. من فهمیدم که بهترین نکاح همون نکاحی هست که به آسانی به سبکی انجام یابد، مهر کم داشته باشد. خواهر عزیز در حال همون نفس خطه به همین جوان ببخش، ان شاء الله بخت تو سفید می شود. وقتی از او طلب کردم، همون دوگانه های بی حیایی که نه روی مال دارند نه پیشی بری بسته دارند، باور کنین امو منظره را دیدن در آدم گویا که یک دوزخ دیده است. اینقدر منظره ناراحت کننده برای آدم مسلمان است. از زیر کش امو قپیدن تا اگر 300 سامانی نمیتین ایحا نمیگن. 300 سامانی
این دوگانه ها من نمیدانم که مادری او هستند، پدری او هستند، تربیت کننده او هستند که اینقدر سوم طلب میکنند. اونا از کجا حق دارن؟ اونا یک سوم حرام میکنن، یک سوم. اونا چه حق دارن که در بدل بخشیدن همون دختر 50 سامان یا 100 سامان یا 300 سامان طلب میکنن؟ چرا اونا طلب میکنن؟ من مادرشو فریاد کردم، در اونجا مادرها نشستگی بودن، کمپیرها نشستگی بودن. گفتم ای مادران، فرزندای شما هستند، همیشه که اینا رو نصیحت کنین که پیش از آن که 300 سامان میگیرد وای روی مالش در سرش اندازد، گردنش محکم کند. برعکس در اینجا آمده شوی دراز مثال خنده و مگنیتوفون بلند نماند. آخه این از همون منظره هایی که در نکاح ما و شما انجام می‌یابد. پدرای عزیز، برادرای مهربان، همه شما اولا شکرانه کنین که در خانه شما نکاح می‌شود و بعدا پیش از نکاح همون دختر را شنانین و بفهمانین که همون زمانی که ملا میگوید همون زمان ببخش که دخترم تو نیکبخت میشوی. و این دوگانه هایی که در اطراف تو هستن ها در یک کنج خانه میشینن، شر نیست 20 دختر آوردن. اینقدر اسراف، اینقدر بی‌معنی ها در معرکه ما و شما هستند. اینا را شما میتوانین، هر یک پدر و مادر میتواند که همین ها را جابجا کنند. السلام علیکم داملای عزیز. یکی از پسران همین شهر کولاب باستانی می باشم. استاد، من میخواهم یک چیز را فهمم. حافظی کردن شخص در نزد خداوند گناه است؟ یعنی کسب حافظی. از امین جان مقیموف. یعنی اسلام حرام میگرداند همون حافظی را که از وی هیچ منفعت نباشد. یعنی شنیدن چنین سرودهایی که تماما به انسان فایده ندارد، یگان پند آمیز نیست، یگان نصیحت آور نیست، اینها را شنیدنش اسلام حرام میداند. باز اسلام حرام میداند که در اون حافظی که اگر زن مردها یک جایه باشند، یک جایه رقص بازی کنند، اگر این گونه حافظی باشد و این گونه آمیخته شدن زن و مردها باشد، این اسلام نهی کرده است، اسلام این منع کردگی است. و البته به البته اون کسی که در این خیل معرکه حافظی میکند و در نزد خداوند سگ از سگهای دوزخ است. که وقتی که این معرکه فسق و فساد وای تشکیل کننده است، چگونه که یک آدم برای نوحگرها، یعنی برای آن کسانی که در مرده ها گریه میکنند، برای اونها طعام میدهد تا که اونها قوت پیدا کنند، در این گناهکار میشود. این گونه اون حافظهایی که زن مردها را یک جا میکنند، مست الست یک جایه میکنند و خود اساسگذار این معرکه هستند، اینها در نزد خدا البته مسئول و گناهکار هستند. لیکن حافظی باشد که دخترها به خودشان مثال یگان رقص و بازی دارند، خواب شیرخوانی دارند، گفت و شنید دارند، این اسلام من نمیکنه. که وقتی دخترها بین خود باشند، مردها بین خود باشند، اینا را اسلام هیچ وقت من نمیکنه. مگر اسلام ضد همون معرکه و حافظی است که اگر زن مردها آمیخته باشند یک جای رقص بازی کنند. در مسئله ها چی خلاصه الفتوا، چی درالمختار، چی فتوای بزازیه، چی فتوای هندیه میگوید که وقتی که اگر شما میشنوین که در فلان معرکه این گونه عرارش شدن زن مرد است یا دادن عرق است، وقتی شما را دعوت کردن دعوت رد کنید، در این دعوت قبول نکنید. اگر چند رسول اکرم میگوید ای تو دعوت اذا دعیتم، هر جا که شما را خواندن در گردن شما واجب است که اون خانه ده حاضر شوین. لیکن این گونه معرکه باشد، اسلام رخصت نمیدهد که شما در اون معرکه اشتراک کنید که شما گناهکار میشوید. حتی مخصوص درالمختار میگوید که پیشواها، کسانی که مردم اونها را میشناسد، اینها تماما حقوق ندارند که در این معرکه اشتراک کنند. یکی مبادای میگوید که از رفتن پیشوا اگر همون معرکه به معرکه اسلامی مبدل گردد، این حالت در اسلام رخصت میدهد که همون پیشوا رفته در اون معرکه اشتراک کند.
السلام علیکم داملای عزیز و مهربان. خدا شما را علمتان را زیاده گرداند که از پند و نصیحت های شما خیلی بهبودی در حیات من و رفیقانم و زن و خواهرانمان پیدا شده است. ما در غایبی در حق شما دعای خیر میکنیم. کلا با شما آباد است. آیا خون کافر را بر بدن مسلمان بیمار ریختن جایز است یا نه؟ یعنی مولانا مفتی محمد شفیع در فتوای محمودی این مسئله را میارد که اگر علاجش باشد خون کافر در مسلمان نریزیم، اگر علاجش باشد. لیکن اگر علاج نباشد و غیر همون خون کافر دیگر هیچ خونی نیست که مثال در همین بیماری مسلمان مثال ریزن، این حالت دا می توانید که شما همون خون کافر را آورده در بدن مسلمان بریزید. اگر علاجش باشد چیکار کردن در کار؟ پرهیز کردن در کار، استفاده کردن در کار نیست. انگشتری آهن برای مرد و زن درست است یا نه؟ اگر انگشتری از طلا باشد، از آهن باشد، از مس باشد، اینها برای مرد استفادهش حرام است. برای مرد انداختن انگشتری طلا یا گردنبند طلا یا ساعت طلا یا انگشتری که از آهن است یا از مس است، اینها را حرام است در اسلام انداختن اینها. در این باب هم حدیث های پیغمبر وجود دارد. صاحب فتوای دارالمختار میگد که مگر اجازت است برای مرد اینکه انگشتری از نقره استفاده کند، لیکن همین انگشتری نقره را عکس انداختن انگشتری زنها استفاده کند. مثل که میگد زنها نگینه را از قسم بالا میگذارند، باید مردی که انگشتری می اندازد نگینش از قسم کف باشد، یعنی از قسم پایان باشد که زینت نداشته باشد، و باید که در دست چپ باشد و در همین انگشتی که این خنصیر میگویند انا همین انگشت خوردیده باشد. و حتی بیچاره مجتهدای ما و شما، فقیهای ما و شما گفتند که از 4 گرم و 860 میلی گرم دیگر یعنی کلا نباشد، یعنی چله های بسیار کلان مثال بدوایمه نباشد. همون نقره هم که باشد 4 گرم و 860 میلی گرم وزن داشته باشد. اگر علاجش باشد استفاده نکنین، لیکن بسیار اگر که دوست داشته باشین می توانین از همون چله نقرگی شما استفاده کنین. السلام علیکم بهترین واعظ اسلام که از شما فقط حقیقت اسلام را میشنویم و خداوند شما را از همه دشمنهایتان نجات دهد و بدگویان شما را و بدخواهان شما را خدا ناامید کند. آمین یا رب العالمین. داملا گوسفند کشتم، از مکش خون برآمد و لیکن پا و دستش حرکت نکرد، آیا حلال است؟ یعنی برادر یک گوسفند ذبح کرده است، در حالت ذبح از همان مکش خون برآمده است لیکن پا و دست نزده است. در فتواها میگوید، در فتوای هندیه میگوید که اگر مال را که شما ذبح میکنید، چی مرغ باشد، چی گوسفند باشد، چی گاو باشد، اگر مثل مال زنده از مکی او خون برآید، اگر چنده که پا و دستش حرکت هم که نکند حلال است. و فی البزازیه و فی شرح تحاوی یا از رد المختار صحیفه 217 است. خروج الدم لا يدل في الحياة الا اذا كان يخرج كما يخرج من الحي عند الامام و هو الظاهر الروايه. انا ظاهر روایت میگوید همین است که یعنی برآمدن دم، برآمدن خون این دلالت نمیکند میگوید بر حیات همون حیوان، مگر هر وقتایی که خارج شود همچنین که خارج میشود از زنده. یعنی اگر مابادای که شما مالا میکشین خون میریزد، میگد این ریختن خون دلالت ندارد که وای مال زنده بود، بلکه اگر مثل مال زنده با همون یک
شست و فشاری که از مکی او میپرد انا همون خیل اگر جدا شود، این حالت اگرچه دست و پای اون حیوان حرکت هم که نکند، این حیوان حلال است. فهمیدین نه صورت مسئله؟ السلام علیکم داملای بهترین برای من و بلند بردارنده نام کلابشهر ما. آیا کدام اعضای حیوان حرام است و چند تا هست و در کدام کتاب هست؟ التماس به من خبر دهید. یعنی چند اعضا، چند عضو حیوان حرام است. این برادر بسیار خواسته است که حتی که چند تا هستند و در کدام کتاب هستند. همین فتوای درالمختاری که من میگویم این به نهایت شناخته شده فتوا است. این حتی مردم عرب هم دستگیری میکنند. به نهایت فتوای با قوت و با نفوذ است. در صفحه 219 همین در این باب چی میگوید؟ میگوید که 7 اعضای حیوان حرام است. 7 اعضاش کدامند؟ یکم خون مسفوح، خونه که از مک حیوان میپرد. همان خونه که از مک میپرد و اگر در بدن شما پرد شما را بی نماز میکند و خود همون خونم حرام است. لیکن خونه که از در وقت گوش میده کردن میپرد در پاچه شما میزند وای بی نماز. چیزی که حرام است از حیوان خون مک. دوم آلت نرینه حیوان، اینم حیوان آلت نرینش حرام. سوم آلت حیوان مادینه، آلت همون حیوان مادینه هم سیم حرام. چهارم مایه او، مایه حیوان نرینه، چه آلتش چه مایه هر دوش حرام هستند. 4 تا. پنجم مسانه، یعنی مسانه همون ششدان میگیم و ششدان میگن، یعنی همون جای خچک، جایی که پیشاب همون حیوان جمع میشود. این پنجم چیزی که حرام است. ششم تلخه، تلخه در وجود حیوان بدن. هفتم غدک، غدک هایی که در داخل همون حیوان وجود دارد، انا همین ها حرام هستند. انا 7 اعضایی که در حیوان حرام است انا همین ها است، دیگرش حلال است. داملای محترم، در بعض مسجدها شخصان امامتی میکنند که سوره ها را بسیار غلط میخوانند. در پس آنها نماز خواندن جایز است یا نه؟ برای کسی که اگر غلطی امام میتونه گرفته و قرائت او نظر به قرائت امام بهتر است، نماز اون کس درست نمی شود. لیکن کسانی که غلط امام گرفته نمی توانند از امام دیده اونها بی سوادترند، این حالت در نماز همه اونها از پس این امام درست می شود. امام کسی می شود که باید قرآن خواند، قرآن درست خواند. همین محراب هم امامتی هم همون ملا و همون پیشوای را می زیبد که علم داشته باشد. شرط نیست که ویا باباش ایشان بود و باباش شیخ بود و آتش ملا بود گفته ویا پیش آورده در محراب گذاشتن در کار. محراب گفتن، محراب جای حربی با شیطان است. اینجا ارزنده کسی هست که باید که حقیقت اسلام میگد و کسی هست که در اسلام خدمتگار است و کسی هست که علم دارد. صاحب مختصر میگوید و الاولا بالامامتی اعلم بسنتی ثم الاقرا ثم الاسن. صاحب مختصر خدا رحمت کند میگوید که کی امام شده میتواند، کی نماز مردم خوانده میتواند؟ کسی که عالم باشد، فرض، واجب، سنت، مکروه، مستحب و مباح و دیگر مسئله را در داخل نماز جدا کرده بتواند. بعد از آن قرائت داشته باشد، قرائت از مثل تجوید باشد، قرائت از روی دفتر و از روی مثال یگان از پیش خود اذیت کردگی نباشد، از پیش یک عالم گذراندگی باشد. بعد از آن باز پرهیزکار باشد. اینها می توانند که امامتی کنند. محترم داملای مهربان،
الها سخنان شما را برا شود، الها هرگز خار نشوید و از خدای خود طلب میکنم. یک شخص قبل از اذان پیشین سنت پیشین را در خانه خواند، به مسجد آمد تا نماز فرض برپا شدن چند رکعت نافله خواند. آیا درست است یا نه؟ با احترام مخلص اشدی شما. یعنی برای خواندن سنت اولا اذان شرط نیست. الاذان سنت للفرائض فقط فی وقتها. اذان چگونه ای که در باب اذان کتاب مختصر میگوید فقط برای نماز فرض است، بس فقط برای نماز فرض اذان داده می شود. اگر شما مبادا که سنت بامداد در خانه وقتی که صبح میدمد میخوانید، اگرچه مؤذن اذان هم که نگفته باشد نماز شما درست می شود. اذان برای نمازهای سنت نیست. یا شما می توانید که در خانه 10 تا کم یک 5 تا کم یک پیش از اذان مؤذن نماز پیشین سنت چه خوانید. یعنی اذان فقط برای نماز فرض است و بس. برای همین کسی که در خانه میخواند باز آمده به مسجد میخواهد که یگان تحیه مسجد خواند یا نافله خواند یا قضایی خواند، جایز است برای او تا نماز، یعنی تا برپا شدن فرض میتواند که این نمازها را و ذکرها را انجام دهد، یگان خلل و زلل پیدا نمی شود. السلام علیکم دامنای عزیز، درباره سنت های مسافرتی آیا خوانده می شود یا نه؟ یعنی سنت هایی که در سفر. امروز من به شما خبر دهم که قول اصح همین است که امروز 96 کیلومتر الکی آدم مسافر میگرداند. اگرچه فتوای محمودی امروز حتی به 78 کیلومتر هم اجازت داده است، به 87 کیلومتر هم اجازت داده است، لیکن از روی حدیث هایی که پیغمبر جدا کردن امروز 96 کیلومتر اگر شما از خانه بیرون شدین شما مسافر هستید. شما نمازهاتون همون فرضها را 4 رکعت ها را 2 رکعت خواندن میگیرین، نمیگین قصر، بلکه هم میگین نیت کردم 2 رکعت نماز پیشین یا 2 رکعت نماز عصر. شرط نیست که 2 رکعت فرض قصر پیشین. این قصر در داخل این نیت جا کردن لازم نیست. خب و سنت های مسافرتی چگونه است؟ سنت های مسافرتی را اگر چند عزیزان ما و شما فقهای ما و شما گفتند، اگر گفته است یعنی شرایطش خوب باشد، هیچ ضرورت نداشته باشد، هیچ مشکلات بالاش نباشد، بهتر است که سنت ها را خواند. لیکن اگر مبادایی که در راه سراسیمه هستند یا مثال مردم زیاد او را انتظار هستند، این حالت ها سنت ها را ترک کنند و فرض هاش خوانند و بس. این فتوای درالمختار صحیفه 585 در این موضوع هم گپ زدگی هست. میتونن به همین فتوا مراجعت کنن. یعنی حالت ضرورت باشد، حالت باران است، حالت خنکی است، حالتی است که شما در اتوبوس نشستگی هستین، خب این حالت های در سمالیات سوار هستین، در پاییز سوار هستین، این حالت ها در میتونین شما همون فرضهاش انجام دین. 3 رکعت فرض شام مثل خودش میستد، 3 رکعت وتر واجب مثل خودش میستد، فقط سنتاش در این حالت شما ترک میکنین. لیکن اگر حالت های خوب باشد، خانه داشته باشین، این حالت ها در سنت ها را خوانیم، بهتر است، عبادت است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس به این سوال من جواب دهید. 2 جوان پسر و دختر می تواند که به رازگی پدر و مادر نکاح کنند. امروز در همین شرایط ما نمی توانند. امروز بهتر و خوبتر همین است که کدام پسر و کدام دختری که به شوهر می براید یا زن می گیرد باید که رخصت پدر و مادر باشد. این رخصت پدر و مادر وقتی که رضاگی خداوند رضاگی پدر و مادر باشد، پس آیا برای دختر برای فرزند رضاگی پدر و مادر لازم نیست؟ آیا وای بیچاره 17 سال 18 سال این فرزند را تربیت میکند با امیدی که مثال فرزندی خودش نکاح کند، فرزندی خودش مثال خانه‌دار کند، از اونها مثال خدمت چه از فرزندای او چه از فرزندش بیند، این چه است که مثال پدر و مادر درک ندارد و نکاح میکند زندگی میکند. از این خاطر بهترین صورتش این است که با رضاگی پدر و مادر باشد، به رضاگی پدر و مادر نکاح نکنید، زیرا که اون بخت هم نمی شود و حیات هم نمی شود.
اگر چند فقیه های ما و شما میگویند که بریزاگی پدر و مادر جایز است کردن، لیکن اگر پدر وقتی که آمد داماد دید که معقول نشد، حق دارد که نکاح اونها را بیکار کند. السلام علیکم داملای عزیز. من یکی از جوانهای کمبغل از شما خواهش برادری دارم که از گناههای خود پشیمانم و به نام پاکش قسم دعا کنید که گناه مرا خدا یکتا ببخشد و هیچگاه دیگر گناه نمی کنم. التماس داملای عزیز، پشیمانم. یعنی کدام برادری بوده است که گناه ها کردگی بوده است، امروز پشیمان شده است و در صف مسلمان ها در آمدن نماز میخواند و گفته است در حق من دعا کنید و خدا قسم دیگر گناه نمی کنم. این قسم اولا خوردن لازم نیست، زیرا ناکرده گناه در این جهان کیست؟ بگو. البته بی گناه نمی شود، آدم گناه می کند و چنان خدای داریم که البته بعضی گناهایی که از ما و شما سهوا می شود، نافهمیده می شود، آنها را خدای ما و شما می بخشد. از این خاطر میلش امروز که پشیمان شدی، الکی همین پشیمانی تو خودش توبه است. بسیار نیک کردی، بسیار خوب آمدی. دعا کنیم که خدای مهربان گناههای این بنده تا خدای مهربان مغفرت بگردان و خدایا مسلمان حقیقیش بگردان و در اسلام خدمت کردن خدا بر این بنده خود موفق بگردان. آمین یا رب العالمین. بسیاری آدمالی توبه کنی و پشیمانی را نزد حضرت امیر جان در میروان میکنند، حالا که توبه را نزد خدا کنین، فقط از خدا توبه کنین، پیش حضرت امیر جان رفته توبه نکنین، این در گناهگار میشوین. شما الکی این معنای را دارد که از خدا ده هم حضرت امیر جان شما بزرگ میشمارین، نزد خداوند توبه کنین. السلام علیکم بابای حاجی، خدا شما را نگهبان باشد. الها هرگز درد سرتان را نبینیم. با احترام یک مخلص شما. از زن حرام پسرها به دنیا می آید و آنها می خوانند و ملا می شوند. آنها خودشان نمی دانند، لکن پیش در آمدن نماز جمعه را خواندن آیا اسلام برای اینها رخصت می دهد؟ البته رخصت می دهد. ما گفتیم که این فرزندی که از زنا تولد می شود و هیچ گناه ندارد، این خداوند در روز قیامت هم معاقبش نمی کند، عذابش نمی کند که تو از حرام تولد شدی، بلکه حرامی و بدبخت همون پدر و همون زن و همون مردی که این فرزند به دنیا آوردن، اونها بدبخت هستند، اونها در نزد خدا گناهگار هستند. این فرزند هیچ گناهی ندارد. این فرزند حقوق دارد که چی نماز جمعه باشد، چی نماز عید باشد، البته پیشوا شود، باکی ندارد اگر علم داشته باشد. مرد مرد در وقت ترکش برای خیر خدایش حق جدا کردن را شریعت اجازت می دهد. آیا برادر را یا پسرش را باید خیر احسان کند؟ یعنی هیچ وقت از مال انسانی که از دنیا میگذرد برای خیر احسان او مال جدا کرده نمی شود، بلکه آن مالی که از همان پدر و مادر ما و شما میماند، اون فقط باید که وارثای او میراث میبرند. اگر پدر از دنیا گذرد، زن او، فرزندهای او مال او را میراث میبرند، دیگر یک قسمت مال او را برای خیر خداییش گفته جدا نمیکنند. این گونه در شریعت حکم آمدگی نیست. یکی اگر فرزندهای او از پیش خود برای همون خرسندی ارواح پدرشون اگر خیر احسان کنند، این در اسلام اجازت میدهد، اگر شرایط داشته باشند، اگر دستشان برسد. لیکن مخصوص از مال پدر، مثال اگر $500 از پدرش مانده باشد، $200 را جدا کنند که این برای پنجشنبگی ها و این برای چهلم و هفتمش و این $300 دیگرش برای زن و کودکاش تقسیم کنند، این نادرست است. همون $500 که مانده است همه را بین وارثاش تقسیم میکنند. خیر احسان چیزی که همون خودش به دستش کرده است، جزای همون در روز قیامت میبیند. این خیر احسانایی که امروز ما میکنیم، هیچ پدر و مادر به امید نشود که خالی از ریا و خالی از زقیدن نیست. هیچ پدر و مادر بیچاره با امید نشوند. کدامی که میخواهد
در قیامت سربلند شود، قبر او آرام باشد، در همین دنیا به دست خودت بکن. زیرا امروز چنان گرانی آمده است، چنان مشکلاتی آمده است که باور کنین دیگر ناعلاج خیر احسان میکنی، برای خدا نمیکنی، فقط برای مردم میکنی. برای همین این هیچ ثواب به پدر و مادر نمیرسد، به هیچ اولاد نمیرسد. خوش به حال هم پدر و مادر که با دست خودشان چه عبادتی میکنن، چه خیر احسانی میکنن، انا اون فایده میکنن. امروز من میبینم بیچاره بسیاری جوان ها میان شکایت میکنن که پیش همین پنجشنبگی را بگیرین، پیش هفتم بگیرین، زور ما نمیرسد. لیکن چند درنده دیگر تیاری دارد که مثال باید که ما در همون خانه هجوم میکنن، 10 کس و 15 کس نابسته وای از کجا میابد بیچاره، چیکار کنه وای سرسان و سرگردان به ملکای روسیه در زیر همون تحقیر کافرها شب روز بیچاره بیمار شدگی آمده شکم بی درنده ها را سیر میکنه. بسیار گناه است. باور کنین پدرها این سخت نیست. باور که من از مهربانی به همه شما مراجعت میکنم که همین خانه ای که ندارد باید که همه کسا محاکمه که مجبور که نمانینش کردن. اگر چندی میخواهد، اگر چندی که نمیخواهد، لیکن از برای شما میخواهد که باید طعنه نکنن که فردا مثال خیر احسان نکرد. لیکن میبینین همون شرایط ندارد، همون با همراهی وکیل و با همراهی همون ملایی که در محله است مجبور کرد که بچم نکنم این کاره. ثوابت میفارد، میلش این قوتت به همین یک سوزمه است، گفتی چیزا یگان قلمه است، یگان دانه دیگر در همون یگان همسایه برای دلت خرسند شدن تقسیم کن. بس شر نیست این معرکه کلان آراسته کردن. السلام علیکم داملای شیرین سخن و شیرین بیان. یک برادرمان پیش از همین جمعه آمدن گفت که همون چیزی که در خدچه ها می نویسیم همش خواند داملا. یعنی در اونجا بعضی تعریفات هایی که میکنن من گفتم نمیخوانم، اون کس باشد داملا که مردم که دوست میدارن، مردم احترام میکنن، امرا خوان. گفته همون از ما التماس کردن، از این خاطر بعضی همون جمله هایی که درازی بد هستند، راستی بار وقت گیر هستند، من برای وقت میگیرد برای اون نمیخوانم. من 40 ساله عمر دارم و اولاد و اجدادم هم بسیار است. از کلاب تا دوشنبه همه امان تو را دوست می‌داریم و احترام کرده کسیته ها را گوش میکنیم. دعای خیر به شما میدهم. یک سوال دارم داملای عزیز. در حیات غمدار هستم، بسیار غمدار هستم از حساب فرزندهایم. آیا درست است که من از خدا طلب کنم که تیزتر جانم را گیرد؟ از دنیا مانده شدم. با احترام مخلصی شما. یعنی بسیار از در اصل امروز غم و دقت همین مشکلات هایی که بالای ما و شما آمده است، باور که آدم وادار میکند که از همین دنیا بیزار می شود. وقتی آدم قرضدار می شود، وقتی آدم بیچاره بی وطن می شود، در بدر می شود، بعدا مجبور می شود که پروردگار آخی همین حیات برای من چی در کار است؟ خدایا از این گونه حیات برای من مردن خیلی بهتر است. گفته هر یک انسان از حساب همین معرکه های بی جای ما و شما، از همین آزارهای زیاد، عاقبت چی می شوند؟ دلمانده دنیا می شوند. اگر چنده این برادر شکایت دارد که از فرزندهایم که فرزندهاش از دنیا می گذشته است و هرچی تلاش دارد صاحب فرزند نمی شود. فرزندای بوایش هم از دنیا گذشتند، بسیار غمدار بوده است. لیکن من چی میگویم؟ تمنای مرگ پیغمبر خدا میگوید که راوی این حدیث هم ابو هریره است و لفظ بخاری هم است، حدیث متفق علیه هم است که رسول اکرم میگوید لا یتمنى احدکم الموت. هیچ بنده خدا حقوق ندارد در دنیا که آرزو کند که خدایا جان مرا بگیر. تمنا و آرزوی مرگ هیچ کدام ما و شما نداریم. خداوند این حقوق به ما و شما نداده است که شما از آن جهت که غمدار هستین، بیمار هستین، در بدر هستین، بازم این از خدا باز طلب کن که خدایا جان مرا بگیر. این در شما حقوق ندارین. زیرا پیغمبر خدا در دوام این حدیث چی میگوید؟ اما محسنا فلعله یزداد.
اما مسیئا فلعله یستعتب. اگر نیکوکار باشید شاید که نیکی های شما باز به مردم برسد. شما آرزوی مرگ نکنید. میگد اگر ممکن که شما را خدا فعل خوب داده است، از فعل خوب شما چندین آدم دیگر بهره‌ور شود. شما نیکوکار باشین، از نیکی های شما چند آدم دیگر باز استفاده برد. اما مسیئا، اگر شما بدکار باشین شاید این که به سوی خدا توبه کنید. یعنی هیچ وقت مرگ شما طلب نکنید. عزیزان خدا در شعرها میگویند که هر درد و بلایی که از آسمان فتد اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. هر بلا، هر غم، هر مشقت، هر بیماری که خداوند از آسمان و یا میپرتاید، عزیزان ما و شما میگویند که اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. اول وی در خانه میزند که وی خانه نمازخوان هستند، با حیا هستند، خانه هست که شب خیز هستند، خانه هست که دائم به عبادت هستند، خانه هست که دائم در عبادت مشغول هستند. انا بلا اولین بار در انمیخ خانه ها مهمان می شود. از این خاطر من چی میگویم؟ من میگویم که این برادری که در این غم و دقت گرفتار است، تو هم یکی از بنده های نیکبخت خدا بدهی. انشاءالله این غم و دقت تو همه دور می شود. این دنیا اونقدر دنیای نیست. انشاءالله در پیش شادی های زیاد داری. در قیامت انشاءالله گردن تو بلند می شود. این فرزندایی که از تو میگذرن همه اینها شفاعت کننده تو در روز قیامت می شوند. خدا رحمت کند. امام عبدالله ابن عباس در کتابا حکایه میکنند که چند وقت بیچاره خانه‌اش آمده بود. مثل همین فرزندای ما و شما که سرسان و سرگردان بیچاره ها، زنها و کودک ها را پرتافته و برای پنجشنبگی آتش و برای هفته آتش دیگر نه روسیه مانده است نه دولت های خارجه مانده است، در بدر شدن. عبدالله ابن عباس هم چند مدت بیچاره از خانه دور شده است. فرزندهاش یاد کرد، بار میگوید بعد به خانه آمد. بالا یک اسب میگد سوار بود عبدالله ابن عباس. از یک جویبار میگد اسبش گذشت کرد. از اون جانب یک مرد از همون همسایه‌داری هاشان پیش راه عبدالله را گرفت. گفت عبدالله گفت با تو گفت یک خبری ناخوش میدهم. حضرت عبدالله غمگین شدند، گفتند من چند مدت نبودم، این چی خبر باشد؟ گفت همان فرزند دوستداری که تو داشتی از دنیا گذشت. عبدالله که چند مدت فرزند ندیده بود. فرزند این میوه دل است. فرزند بی نهایت شیرین است. حضرت در حال از پایان شدن میگد و جای نماز پرتافتند، 2 رکعت نماز خواندند. این مرد بازگشته گفت عبدالله گفت من به تو خبر مرگ فرزند میدهم و در کار تو حیرت ماندم، تو باشی نماز میخوانی. حضرت عبدالله چی گفتن؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. گویا بنده خدا گفت در اصل گفت این خبری تو گفت جگری مرا ریش کرد، این خبری تو مرا بسیار گفت ناراحت کرد، لیکن تو بیخبر هستی که خدا در قرآن گفته است ای کسانی که ایمان بر خدا دارید هر وقتایی که طلب کمک میکنید، طلب یاردم از خدا میکنید، با نماز و با صبر کنید، نماز خوانید، صبر کنید، این حالت از خدای خود کمک طلب کنید. ان الله مع الصابرین، این حالت خدا همراه صابران است. از این خاطر این برادری که فرزند خود از دست میدهد، غم دارد، دقت دارد، برادر عزیز باز من به تو خبر میدم که عزیزان میگوید در این عالم دلی بیغم نباشد، در این عالم دلی بیغم نباشد اگر باشد دلی آدم نباشد. در عالم دلی بیغم نیست برادرای عزیز. اگر دلی بیغم هم که باشد، شاعر میگوید دلی آدم نیست وای. اگر دلی آدم باشد وای البته غم دارد.
خدا رحمت کند صاحب تذکرة الاولیا را، از ابن عطا حکایه میزند. دوستان خدا را بینیم. میگوید 10 فرزند داشت ابن عطا، 10 فرزند، و هر جا که سیاحت می برآمد همراه همین فرزنداش می برآمد. بار میگوید در بیابان با همراه این 10 فرزند 10 جگرگوشه خود به سفر برآمد و ناگاه میگوید از پیش یک گروه رازنها اطراف ابن عطا را همراه این 10 فرزند احاطه کردند و مال ابن عطا را تله و تاراج کردند و برای آنه که هیچ شاهد نماند یک نفر در پیش پدر قتل میکردند. چه یک منظره مشکلی هست. شما تصور کنین که وقتی به خانه شما یک ظالم، یک دزد می درآید، مال و ملک شما را میگیرد و در نزد شما تمام فرزندهای شما را نابود میکند، چه مشکلات بالای شما می آید. ابن عطا میگوید با چشمهای خود نگاه میکرد، فرزند کلانیش قتل کردند. ابن عطا به آسمان نگاه میکرد و میخندید. دوم فرزند قتل کردند. حضرت لبخندش تماما گم نمیشد، خنده در لبهاش پیدا شد. سوم فرزند قتل شد. آمد به 9م فرزند رسید. 9م فرزند در پیش ابن عطا به قتل رسانیدند و این فرزند که خردترین فرزند بود و دوست داشته ترین فرزند ابن عطا بود، گشت گفت ای پدر، گفت بیرحم پدر بوده ای. 9 فرزند تو را در پیش تو قتل کردند. تو را باشد در لبهای تو خنده است، خنده تو اصلا از چهره تو کنده نمی شود. تو به سوی آسمان نگاه میکنی و میخندی. آیا خرسند شدی؟ ابن عطا چی گفتند؟ برابر شنیدن این فرزند آخر ابن عطا را میگه گریه فرا گرفت. حضرت میگه گریه کردند و گفتند که قسم به خدا، گفتند ای فرزند، ای جگرگوشه، گفتند در هر یک قتل شما گفتند چنان بی‌ضابطه می شدم، چنان ناراحت می شدم، لیکن چیکار کنم که آن ذاتی که تقدیر به این احوال کشیده باشد، چیکار کنم که این روز را که خدا بر بالای شما خواسته باشد با اون ذات جنجال کرده می شود. قسم به خدا گفتند 70 بار ای فرزند عزیز، گفت من به سوی خدا دعا کردم که خدایا فرزند مرا اقلا یک تش را نجات بده. از نزد خدا الهام می آمد که ابن عطا اگر لبخند تو از لب تو گم می شود و اگر تو ناآرام و داد و فریاد زنی، قسم به جلال و عظمتم که از دیوان عزیزانم خط می زنم نامتا. دوستان خدا در اینها صبر کردند. ما بلا را به کس عطا نکنیم، ما بلا را به کس عطا نکنیم تا که نامش ز اولیا نکنیم. این بلا گوهر خزینه ماست، ما به هر کس گوهر عطا نکنیم. خدا میگوید ای بندگان خدا، شما در غم، شما در دادن فرزند، در بیماری شما داد نزنین، فریاد نزنین، زیرا هر بیماری و هر مشقتی که می آید همه این به اذن من می آید، به اجازت من می آید. من تو را دوست می دارم ای بنده خدا، من تو را دوست می دارم. این بلاها را بالای تو می آرم که تا که تو صبر کنی، تا که در این صبر من برای تو مکافات نصیب کنم، من برای تو اجری بیگران نصیب بگردانم. این است مقصد خداوند ما و شما. از این خاطر برادر عزیز هیچ وقت راه افتاده نشو. همه اینها را همچنان بدان که پروردگار تو را نظارت دارد و تو را امتحان میکند. اگر سوره بقره را تماشا کنیم، خدا در قرآن چی میگوید؟ ولا نبلونکم بشیء من الخوف، من الخوف، ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات.
مقصد ما همین و ثمرات است. خدا میگوید ای بندگان خدا، من شما را با 5 چیز امتحان میکنم. با چی؟ یکم که امام شافعی را من تفسیرش تماشا کردم، در همین آیت بسیار پسندم آمد، بسیار خوب تفسیر کردن. خدا میگوید من به خوف شما را، المراد من الخوف، امام شافعی میگوید الخوف من الله است. همین مراده که خدا میگوید من به خوف شما را امتحان میکنم، انمون خوف خداست. بالای شما هر گونه معرکه و منظره میارم، نظر میکنم که آیا از خدا میترسین یا نه. خب من الخوف. Вот и подходит к концу месяц Рамазан, самый